الله الرحمن الرحیم. عبدالله رضایی هستم، ماستر آموزش ریاضی. با مضمون ریاضی صنف دهم در خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی هستیم. ریاضی صنف دهم فصل سوم تابع جلسه دهم. خب ما در این جلسه چند هدف دنبال میکنیم. یک، توابع ناطق. دو، دومین توابع ناطق. سه، مجانب عمودی یا قایم، درست است؟ و چهار، مجانب افقی. و آخر هم چی است؟ مجانب مایل. اول از همه تابع ناطق تعریف میکنیم. تابع fx مساوی است با px بر qx که در آن p و q پولینوم هستند را تابع ناطق میگوییم، درست است؟ پس یک تابع کسری که درست است کسری باشد، صورت و مخرج از او هر دوش پولینوم باشد، به اون میگیم یک تابع چه؟ تابع ناطق. چند مثال داریم. به عنوان مثال 4 مثال ما در اینجا داریم. fx مساوی است با 1 بر x. این چی است؟ یک تابع ناطق است. چرا؟ چون کسری است، صورتش 1 گفتیم، 1 خودش چی است؟ پولینوم است. اعداد به تنهایی گفتیم پولینوم است، درست است؟ و مخرج او چی است؟ x. x یک حد است. یک حد خودش چی بود؟ پولینوم بود. پس 1 بر x یک تابع چی است؟ ناطق است. مثال بعدی gx مساوی است با x منفی 1 بر x مربع منفی x منفی 6. این هم چی است؟ یک تابع ناطق است. چرا؟ چون کسری است، صورت x منفی 1 یک پولینوم است و مخرج x مربع منفی x منفی 6 هم یک پولینوم است، درست است؟ پس این هم یک تابع ناطق است. مثال بعدی hx مساوی است با x مکعب منفی 1 بر x. این هم یک تابع ناطق است. و مثال آخر kx مساوی است با 3. آیا تابع ناطق است؟ بگیم بله. چرا؟ چون ما میتونیم به این مخرج 1 بتیم خود ما، درست است؟ 3 بر 1 نوشته کنیم. خب 3 گفتیم اعداد به تنهایی خودشان چی هستند؟ پولینوم هستند. مخرج ما هم 1 است. مخرج ما پس پولینوم است. پس صورت پولینوم، مخرج هم پولینوم، پس میشه یک تابع ناطق، درست است؟ خب دومین توابع ناطق. فرض کنید fx مساوی است با px بر qx یک تابع ناطق باشد، درست است؟ منظور از تابع ناطق یعنی چی؟ یعنی هم px و هم qx چی هستند؟ پولینوم هستند، درست است؟ دومین آن به شکل ذیل دریافت می شود. به این صورت دریافت می شود. دومین f مساوی است با ir یعنی تمام اعداد حقیقی منفی xi به قسمی که qx مساوی با 0 باشد. qx کدام است؟ qx مخرج است. خب چرا به این شکل است؟ دومین چی بود؟ یادتان است اصلا تابع چی بود؟ گفتیم تابع یک کارخانه است، 3 بخش دارد: ورودی، پروسس و خروجی. ورودی وارد تابع میشه، پروسس انجام میشه و خروجی حاصل میشه، درست است؟ حالی ما ورودیای رو فقط قبول میکنیم که بتونیم روی از پروسس انجام بدیم و چه خروجی بکشیم، درست است؟ خب حالی هم به این شکل است. چون تابع ما کسری است و این ما میفهمیم که مخرج اگر 0 باشد تعریف نشده میشه، صحیح است؟ پس به این خاطر ما میگیم تمام اعداد حقیقی را قبول داریم، فقط او اعدادی که مخرج ما را 0 میسازن او را قبول نمیکنیم. به اون خاطر منفی کردیم از آیار، از تمام اعداد حقیقی xi که qx است مخرج 0 میسازه او را کم کردیم، درست است؟ پس میشه دومین یک تابع ناطق چی رقم به دست میاریم؟ تمام آیار قبول داریم، فقط چی؟ او ورودی هایی که مخرج ما را 0 میسازن او را قبول نداریم. با او میگن ریشه های مخرج، درست است؟ پس بعضی از کتابا به این شکل نوشته میکنه دومینش میشه آیار منفی 3 ریشه های مخرج. چه رقم به دست میاریم؟ مخرج مساوی با 0 میمونیم، هر عدد شد آیار منفی امو اعداد، درست است؟ خب مثال دومین تابع fx مساوی است با x مربع جمع 2 بر x منفی 5 را دریافت کنید. خب تابع چی است؟ یک تابع ناطق است. دومین چه رقم میشه؟ گفتیم اول مخرج مساوی با 0 میمونیم، مخرج ما x منفی 5 مساوی با 0 میمانیم، این کار میکنیم منفی 5 داور انتقال بدین چی میشه؟ x مساوی است با 5. پس دومین ما دومین تابع f مساوی است ir تمام اعداد حقیقی منفی 3. دقت کنید 3 باید نوشته کنید. 3 همین عددی که دریافت کردیم چند است؟ 5 است. پس دومین از این تابع چی میشه؟ df مساوی است ir منفی 3 5. فهمیدید چی شد؟ خب یک مثال دیگه. دومین یا ناحیه تعریف گفتیم همون دومین است. دومین یا ناحیه تعریف توابع ذیل را دریافت کنید. تابع اول fx مساوی است با x مربع منفی 25 بر x منفی 5، درست است؟ خب گفتیم که تابع ناطق است، مخرج مساوی با 0 میمانیم، x منفی 5 مساوی با 0 کار میکنیم، x مساوی است با 5. پس دومین f چی میشه؟ میشه ir منفی
همین عددی که دریافت کردیم چند است؟ 5 است. پس دومین ما میشه آی آر منفی ست 5. مثال بعدی جی اکس مساوی است با x بر x مربع منفی 4. باز دوباره مخرج مساوی با 0 میمانیم. x مربع منفی 4 مساوی با 0 کار میکنیم. x مربع مساوی است با 4 چون منفی 4 دو بر انتقال میدیم چه میشه؟ مثبت 4 میشه. حالا چی از اطراف جذر میگیریم x مساوی میشه با مثبت منفی 2. درست است؟ این که میفهمید نه وقتی ما جذر میگیریم به این شکل میشه. دقت کنید وقتی ما جذر میگیریم به این شکل میشه. جذر x مربع مساوی است با جذر 4. جذر 4 که میفهمیم 2 میشه و جذر x مربع و جذر خلاص میشه قیمت مطلقه x. قیمت مطلقه x و در نتیجه قیمت مطلقه x با یک عدد مساوی باشه میشه x مساوی است با مثبت منفی و عدد. درست است؟ ولی خب برای آسانی کار به شکل ما نمیگیم. میگیم یک عدد باید دریافت کنیم که مربع شود 4 چند است او عدد هم 2 است و هم منفی 2. پس میشه مثبت منفی 2 مثبت منفی 2. چون 2 مربع 4 میشه منفی 2 مربع 4 میشه چون مربع منفی را خلاص میکنه. درست است؟ پس این کار کردیم x چند شد؟ مثبت منفی 2. پس دومین g مساوی است با دومین g دیگه نه تابع ما g است. پس دومین g میشه دومین g مساوی است آی آر منفی اعدادی که دریافت کردیم مثبت منفی 2. پس کل اعداد حقیقی رو ما قبول داریم فقط 2 و منفی 2 را قبول نداریم. درست است؟ مثال بعدی h(x) مساوی است با x جمع 5 بر x مربع منفی 1. مخرج مساوی با 0 میمانیم. x مربع جمع 1 مساوی است با 0 منفی مثبت 1 دوباره انتقال بدین چه میشه؟ منفی 1. پس x مربع مساوی است با منفی 1. خب میتونیم از اطراف جذر بگیریم ولی خب قبلی که جذر بگیریم چون مربع هیچ منفی نمیشه. درست است؟ x مربع جواب شده منفی. شما هر عدد مربع کنید مثبت میشه. چی عدد مثبت باشد چی عدد منفی باشد مربع که میشه مثبت میشه. پس هیچ عددی یافت نمیشه که مربع شود و منفی شود. درست است؟ پس هیچ جواب ندارد. یا میتونیم به این شکل انجام بدیم. بیایم بگیم که از اطراف جذر بگیریم. جذر x مربع مساوی است با جذر منفی 1. اینو میفهمیم دستای اعداد حقیقی تحت جذر منفی شدن نمیتونه. درست است؟ پس به این خاطر میگیم جواب ندارد. جواب ندارد. پس دومین ما چی میشه؟ دومین تابع h مساوی است با آی آر منفی h. خود چی پیدا کردیم؟ هیچ پیدا نکردیم. پس ست خالی آی آر منفی ست خالی چی میشه؟ خود آی آر میشه. درست است؟ پس دومین از این تابع چی شد؟ آی آر شد. مجانب عمودی یا قایم هم برش میگیم. فرض کنید f یک تابع باشد. درست است؟ به خط x مساوی با a. پس دقت کنید یک خط است و خط مستقیم هم هست. x مساوی با a مجانب عمودی تابع f میگوییم. پس مجانب عمودی چی است؟ یک خط عمودی است. درست است؟ او هم چی است؟ معادلش میشه x مساوی است با یک خط عمودی میشه. درست است؟ میگوییم به طوری که تابع f به آن نزدیک و نزدیکتر میشود ولی آن را قطع نمیکند. درست است؟ خب ما شکلش براتون میکشم به این شکل میشه. درست است؟ دقت کنید تابع چی است؟ تابع سیاه تابع ماست. تابع fx است. و این خط سرخ چی است؟ x مساوی با a. این همین خط ما چی برش چی میگیم؟ مجانب عمودی یا مجانب قایم. درست است؟ تابع به این نزدیک شدن میتونه. نگاه کنید دقت کنید. من بالای زرپونتر براتون نشان بدم به این شکل. تابع ما هر چی بیشتر ما رو به این نزدیک میشه. دقت کنید به این نزدیک و به این شکل نزدیکتر میشه. درست است؟ ولی هیچ وقت این تابع این خط قطع نمیکنه. درست است؟ پس به این خط سرخ ما چی میگیم؟ مجانب عمودی یا مجانب قایم. چرا؟ چون یک خط قایم است. فهمیدید چی شد؟ خب یک مثال کار میکنیم. البته قبل که مثال کار کنیم من نکته برات میگم چه رقمی رو ما دریافت کنیم. پس نکته به این شکل است. نکته رو میخونیم برایتون. نکته معمولا توابع ناطق یا کسری که گفتیم که صورت و مخرج چی باشد؟ پولینوم باشد دیگه نه؟ مجانب قایم دارند و برای دریافت آن باید ریشه های مخرج. ریشه چی گفتیم؟ گفتیم همون ورودی هایی که مخرج ما را صفر بسازه با اون میگیم ریشه. درست است؟ یا جذور هم بهش میگیم نه؟ جمع جذر هاست دیگه نه؟ جذور مخرج را به دست آوریم به شرطی که ریشه صورت نباشد. پس دقت کن برای دریافت مجانب قایم یک تابع ناطق مخرج مساوی با صفر میمانیم کار میکنیم. چند عدد دریافت میکنیم؟ x مساوی با او اعداد که دریافت کردیم مجانب قایم است به شرط که او اعداد در صورت مانیم صورت صفر نشود. دقت کردید؟ مثال کار میکنیم تا متوجه باشین. مثال مجانب قایم یا عمودی تابع ذیل را دریافت کنید. fx مساوی است با x جمع 2 بر x منفی 3. خب مجانب عمودی گفته دریافت کنید در طبق این نکته گفتیم مخرج مساوی با صفر میمانیم. پس x
منفی 3 مساوی است با 0. این کار کنین x مساوی میشه منفی 3 و انتقال بدین میشه مثبت 3. خب آیا x مساوی با 3 مجانب قائم هست یا عمودی هست؟ میگیم به شرطی که صورت 0 نسازه، هر عدد دیگه غیر 0. این در صورت میمونیم 0 در صورت بانیم چند میشه؟ میشه 3 جمع 2 مساوی است با 5. چون 5 خلاف 0 است، چون 0 نشد دیگه، نه 5 شد صورت، خلاف 0 است، پس میگیم چی است؟ x مساوی با 3 میشه مجانب، پس چی است؟ مجانب عمودی یا قائم. درست است؟ مجانب عمودی یا قائم. پس دقت کن، یک بار دیگه برات میگم چی میکنیم. تابع ناطق معمولا مجانب عمودی یا قائم داره. سوال کنکورم 100% از این داریم، دقت کن، بسیار مهم است. چه رقم انجام میدیم؟ مخرج مساوی با 0 میمانیم، یک عدد میشه. او عدد به شرط مجانب قائم است که صورت 0 نسازه. دقت کن، در صورت قیمت میمونه، صورت 0 نشه و هر عدد دیگه شد خیره، فقط 0 نشه. درست است؟ خب مثال، مجانب عمودی توابع ذیل را در صورت وجود دریافت کنید. سوال اول، fx مساوی است با x مربع جمع 3x منفی 1 بر x منفی 1. خب مخرج مساوی با 0 میمانم، من x منفی 1 مساوی است با 0 کار میکنم، x مساوی است با 1. درست است؟ چون منفی 1 دو انتقال بدیم مثبت 1 میشه. آیا مجانب قائم یا عمودی هست؟ گفتیم به شرطی که صورت 0 نسازه، به جای صورت قیمت میمانیم 1 مربع جمع 3 ضرب در 1 منفی 1. 1 مربع میشه 1، 1 جمع 3 1 میشه 3 منفی 1. جواب میشه چند؟ 3. 1 با منفی 1 خلاص میکنه، 3 میمونه. 0 شد، میگیم نه خیر. پس x مساوی با 1 چی است؟ مجانب قائم یا عمودی. درست است؟ پس من مجانب عمودی رو دریافت کردم. مثال بعدی، gx مساوی است با x مربع منفی 4 بر x مربع منفی 5x جمع 6. درست است؟ خب گفتیم مخرج مساوی با 0 میمانیم، x مربع منفی 5x مثبت 6 مساوی است با 0. خب این رو چه رقم کار کنیم؟ این رو میتونیم با دلتا کار کنیم یا تجزیه هم میتونیم کار کنیم. دو عدد دریافت کنید، ضرب و 6 جمع و منفی 5 میشه منفی 2 و منفی 3. درست است؟ پس به این شکل میشه. پس ما در اینجا نوشته میکنیم میشه x منفی 2 در x منفی 3 مساوی است با 0. ضرب 2 ifade شده 0 یا اولی 0 است یا دومی 0 است. پس میشه x منفی 2 مساوی با 0 و x منفی 3 مساوی با 0. منفی 2 رو دور انتقال بدین، پس x مساوی است با 2 و در اینجا منفی 3 رو دور انتقال بدین، x مساوی است با 3. خب دو جواب کشیدیم. آیا هر دوش مجانب قائم است؟ گفتیم در صورت مجانب قائم است که صورت 0 نسازه. دو را قیمت بدین، در اولی در صورت 2 مربع 4 4 منفی 4 0. درست است؟ چون 0 شد پس میگیم که x مساوی با 2 مجانب x مساوی با 2 مجانب چی؟ قائم نیست. اما x مساوی با 3 3 رو 3 مربع 9 9 منفی 4 میشه 5، چون خلاف 0 شده پس این چی است؟ مجانب قائم است. درست است؟ فهمیدید چی شد دیگه نه؟ تابع بعدی hx مساوی است با 6x جمع 2. آیا این مجانب عمودی دارد؟ میگیم اول باید مخرج مشخص کنیم. مخرج چند است؟ 1 است. ما گفتیم به هر عدد و هر افاده میتونیم مخرج یک خود ما بدیم. درست است؟ خب مخرج مساوی با 0 میمونیم. 1 مساوی با 0 میشه، میگیم نخیر 1 مساوی هیچ وقت با 0 مساوی نمیشه. میگیم پس مجانب عمودی ندارد. درست است؟ پس تابع سوم مجانب عمودی نداشت. خب حالا بریم مجانب افقی را بگیم چی است. مجانب افقی، فرض کنید f یک تابع باشد، خط افقی y مساوی است با b را مجانب افقی تابع f میگوییم، به طوری که تابع با آن نزدیک و نزدیکتر می شود ولی آن را قطع نمی کند. دقیقاً مثل چی است؟ مجانب عمودی است. مجانب عمودی گفتیم خط عمودی میشه مجانب عمودی و مجانب افقی خط افقی میشه. درست است؟ خب شکلش هم به این صورت میشه. دقیقاً میبینید همین خط سرخ چی است؟ مجانب افقی ماست. نه چون به شکل افقی است. y مساوی است با b. دقت کنید. y مساوی با یک عدد میشه چه؟ فرمول یا معادله مجانب افقی و x مساوی با یک عدد میشه چه؟ فرمول یا معادله مجانب عمودی یا قائم. درست است؟ خب حالا طریقه به دست آوردن چه رقم است؟ نکته، معمولا توابع ناطق یا کسری دارای مجانب افقی هستند و برای به دست آوردن آن سه حالت ذیل را داریم. دقت کن، باز این نکته کانکوری است. سوال 100% داریم. دقت کنید. یک، اگر درجه صورت از درجه مخرج بیشتر باشد. دقت کن، درجه صورت درجه چی است؟ بلندترین توان متحول، چون پولینوم است دیگه نه؟ هم صورت و هم مخرج پولینوم است. پس بلندترین درجه صورت میشه چی؟ بلندترین توان بلندترین توان
متحول صورت میشه درجه صورت و بلندترین توان متحول مخرج میشه درجه مخرج. پس گفته اگر درجه صورت از درجه مخرج بیشتر باشد آنگاه تابع مجانب افقی ندارد. دقت کنه، درجه صورت بیشتر بود مجانب افقی ندارد. دومی چی است؟ اگر درجه صورت از درجه مخرج کمتر باشد آنگاه مجانب افقی برابر است با وای مساوی با صفر. یه همیشه ثابت است. درجه مخرج بیشتر بود پس وای مساوی با صفر چی میشه؟ مجانب افقی. و آخری اگر درجه صورت و مخرج با هم برابر باشد، به عنوان مثال درجه صورت هم 2 است درجه مخرج هم 2 است، آنگاه مجانب افقی برابر است با وای مساوی است با یک خط کسری میکشیم. درست است؟ ضریب حد با بزرگترین توان. دقت کن، ضریب حدی که توانش از همه بیشتر است بر ضریب حد با بزرگترین توان مخرج. پس هم صورت و هم مخرج بلندترین توان رو میگیریم، او ضریبش او عددی که در پشتش هست او رو نوشته میکنیم فقط. درست است؟ مثال میذاریم تا متوجه باشین. مثال مجانب افقی توابع ذیل را در صورت وجود دریافت کنید. اولی fx مساوی است با x مربع جمع 5x منفی 1 بر x جمع 2. خب درجه صورت بیشتر است یا درجه مخرج؟ درجه صورت چند است؟ 2. بلندترین توان چند است؟ 2. درجه مخرج چند است؟ 1. پس چون درجه صورت بزرگتر از درجه مخرج است میگیم مجانب افقی ندارد. پس اینجا نوشته میکنیم مجانب افقی ندارد. طبق این نکته که گفته بودم ولی درست است؟ مثال بعدی gx مساوی است با 2x مکعب جمع 5x بر x به توان 4 جمع 5x منفی 1. کدام درجه بیشتر است؟ درجه مخرج بیشتر است. احسن، 4 از 1 بزرگتر است دیگه نه؟ چون درجه مخرج بیشتر است پس میگیم وای مساوی با صفر میشه چی؟ مجانب افقی تابع. درست است؟ خیلی آسان. و سوال آخر hx مساوی است با 6x مربع جمع 5x منفی 1 بر 3x مربع جمع 2. خب چون توان صورت بلندترین توان درجه ما چند است؟ 2 است. مخرج هم چند است؟ 2 است. پس هر دوش مساوی است. پس حالت سوم میشه نه؟ گفتیم وای مساوی است با ضریب بلندترین توان صورت. بلندترین توان صورت ما چی است؟ در اینجاست. بلندترین توان صورت ما میبینیم احسن این 6x مربع است. توانش چند بلندتر است. ضریب چند است؟ 6 است. پس در این صورت باید چند نوشته کنیم؟ 6. و مخرج بلندترین توان ما چی است؟ 3x مربع. ضریبش چی است؟ 3. پس در صورت 6 و در مخرج 3 باید نوشته کنیم. پس این رو به شکل نوشته میکنیم. اینجا میشه 6 و اینجا میشه 3. 6 به 3 اختصار کنیم میشه 2. پس وای مساوی با 2 میشه چی؟ مجانب افقی. دقت کنید این نکته چی بود؟ بسیار سوال کنکوری عزیز زیاد میآید. خب مجانب مایل چه قسم است؟ فرض کنید f یک تابع باشد. خط مستقیم y مساوی است با ax جمع b را مجانب مایل تابع f میگوییم به طوری که تابع به آن نزدیک و نزدیکتر می شود ولی آن را قطع نمی کند. شکلش هم به این صورت است. همین خط سرخ میبینید یک چیز خط مستقیم است، نه افقی است نه عمودی، مایل است. درست است؟ به اون خاطر برش چی میگیم؟ مجانب مایل. تابع ما بهش نزدیک میشه. باند با لیزر پوینتر بهتون نشان بدم. خب دقیقاً نگاه کن، تابع ما هر چی پیشتر میره با این خط نزدیکتر میشه، نزدیک ولی هیچ وقت قطع نمیکنه. پس به همین خط سرخ چی میگیم؟ مجانب مایل. درست است؟ حالا چه رقم به دست میاریم؟ یک نکته داریم. نکتهش به این شکل است. دقت کنید. نکته، فرض کنید f یک تابع ناطق باشد. دقت کنید تا اینجا تابع ناطق هم داریم، کسری است، صورت و مخرج چی است؟ پولینوم است که درجه صورت آن دقیقاً یک واحد. من زیر از این خط میکشم برایتان که بفهمید. بسیار نکته مهم است. بسیار نکته مهم است. دقیقاً یک واحد. پس فرض کنید f یک تابع ناطق باشد که درجه صورت آن دقیقاً یک واحد از درجه مخرج بیشتر است. یعنی درجه مخرج اگر 3 باشد درجه صورت باید 4 باشد. دقیقاً یک واحد. درست است؟ درجه مخرج اگر 2 باشد درجه صورت باید 3 باشد. یک واحد از 2 بیشتر باشد. درست است؟ برای دریافت مجانب مایل آن باید صورت را بر مخرج تقسیم کنیم. صورت را تقسیم بر مخرج میکنیم و وای مساوی است با خارج قسمت. هر چه خارج قسمت شد وای مساوی با اون خارج قسمت میشه چی؟ میشه مجانب مایل می باشد. درست است؟ خب مثال کار میکنیم تا متوجه باشین. مثال مجانب مایل تابع ذیل را دریافت کنید. خب fx مساوی است با x مربع جمع 1 بر x منفی 1. درست است؟ درجه صورت چند است؟ 2. درجه مخرج چند است؟ 1. آفرین.
درجه صورت دقیقاً یک واحد از مخرج بیشتر است، نه؟ پس مجانب مایل دارد. اگر به این شکل نبود میگفتیم مجانب مایل ندارد. درست است؟ خب مجانب مایل چه رقم کار میکنیم؟ گفتیم صورت بر مخرج باید تقسیم کنیم. به این شکل من تقسیم انجام میدم. پس x مربع جمع 1 تقسیم بر x منفی 1. خب این را یادتون است تقسیم ها رو خواندیم دیگه، نه؟ بلندترین توان x مربع بر بلندترین توان در اینجا x مربع x اختصار میشه، فقط x میمونه. x در اینجا نوشته میکنیم، x در x میشه x مربع، x در منفی 1 میشه منفی x. خب حالا چیکار میکنیم؟ علامه رو تبدیل میکردیم، یادتون هست علامه از این میشه منفی، از این میشه مثبت. درست است؟ چون علامه تبدیل میشد دیگه، نه؟ خب حالا چی میشه؟ حالا x مربع با x مربع خلاص و این میشه مثبت x مثبت 1. درست است؟ خب بازم تقسیم میشه، بله، چون درجه باقی مانده از درجه مقسوم علیه کمتر نشده، مساوی است. باز دوباره بلندترین توان اینجا چی است؟ x است. تقسیم بر بلندترین توان اینجا چی است؟ اینجا هم x است. x به x میشه چند؟ 1. پس میشه مثبت 1. 1 در x میشه x، 1 در 1 هم میشه منفی 1. باز دوباره علامه رو تبدیل میکنیم، علامه تبدیل شوی میشه منفی، میشه مثبت. درست است؟ و باز اختصار میکنیم، x با x خلاص با منفی x، 1 با مثبت 1 میشه 2. درست است؟ خب تقسیم خلاص است؟ بله. چرا؟ چون باقی مانده درجهش کمتر شد. درجه 2 چند است؟ منظور از درجه دقت کنید متعلم عزیز، منظور از درجه چی است؟ توان متحول. دوی ما خب متحول ندارد. چرا؟ متحول دارد. میتونیم متحولش x به توان 0 نوشته کنیم. چرا؟ چون x به توان 0 1 میشه، 2 ضرب در 1 هم میشه چند؟ 2. درست است؟ پس این در ذهنت باشه. اعداد ثابت درجهش چند است؟ منظور از درجه توان متحول است و توان از چند است؟ 0 است. چون متحول میتونیم x به توان 0 نوشته کنیم. درست است؟ پس اعداد به تنهایی درجهشان چند است؟ 0 است. دقت کنید. پس درجه باقی مانده چند است؟ 0 است و درجه مقسوم علیه 1 است. پس باقی مانده خلاص شد. پس باقی مانده درجهش کوچکتر از درجه مقسوم علیه است، پس تقسیم خلاص شد. درست است؟ خب حالا چی میشه؟ خارج قسمت چی شد؟ x جمع 1. پس y مساوی است با x جمع 1 چی میشه؟ مجانب مایل. درست است؟ پس مجانب مایل به شکل دریافت میکنیم. یک مثال دیگه کار کنیم. مثال مجانب مایل توابع زید را دریافت کنید. fx مساوی است با x مربع جمع 1 بر x منفی 2. خب باز دوباره درجه صورت دقیقاً یک واحد از درجه مخرج بیشتر است، پس مجانب مایل داریم. پس مجانب مایل به شکل انجام میدیم. پس x مربع جمع 1 تقسیم بر x منفی 2. درست است؟ خب باز دوباره بلندترین توان ما چی است؟ x مربع است بر بلندترین توان x مربع x خلاص شو میشه x در اینجا نوشته میکنیم، x ضرب در x میشه x مربع، x در منفی 2 میشه منفی 2x. دوباره اختصار میکنیم، علامه رو تبدیل میکنیم، این منفی و این مثبت. خب این منفی x مربع با x مربع خلاص، پس میشه مثبت 2x منفی 1. باز دوباره بلندترین توان ما چی است؟ 2x است، دو مقسوم علیه ما x است، x با x خلاص میشه 2. درست است؟ مثبت 2 رو در اینجا نوشته میکنیم، 2 در x میشه 2x، 2 در 2 هم میشه منفی 4. خلاص میکنیم، علامه رو اول تبدیل میکنیم. درست است؟ علامه تبدیل شوی میشه منفی، با سرخ نوشته کنیم. پس علامه رو تبدیل کنیم به این شکل میشه، این میشه منفی و این میشه مثبت. درست است؟ این مثبت است دیگه، نه؟ علامش میشه چی؟ مثبت. خب حالا چی میشه؟ خب چی میشه؟ این با این خلاص منفی 1 با مثبت 4 میشه 3. درست است؟ خب خارج قسمت چی شد؟ x جمع 2. پس میشه چند؟ پس میشه y مساوی است با x جمع 2 میشه مجانب مایل. درست است؟ خب مثال بعدی gx مساوی است با x مکعب جمع 2 بر x مربع جمع 1. بازم درجه صورت دقیقاً یک واحد بیشتر از درجه مخرج است، چون درجه صورت 3 است و درجه مخرج 2 است. پس باز دوباره صورت بر مخرج تقسیم میکنیم. پس من در اینجا نوشته تقسیم میکنم x مکعب جمع 2 تقسیم بر x مربع جمع 1. درست است؟ جمع 1. خب بلندترین توان صورت x مکعب بر مقسوم علیه x مربع، اختصار کنید یک x میمونه، x در اینجا نوشته میکنیم، x در x مربع میشه x مکعب، x در 1 میشه مثبت x. خب این اختصار کنیم، البته قبلش باید علامه رو تبدیل کنیم. درست است؟ علامه x مکعب میشه منفی و یا منفی میشه، چون هر دوش مثبت است منفی میشه. خب x مکعب با x مکعب خلاص میشه منفی x جمع 2. آیا تقسیم ادامه دارد؟ میگیم نه خیر. چرا؟ چون توان
یا درجه یا توان باقی مانده ما x ما 1 است و مقسوم علیه ما 2 است، چون کوچکتر است پس ادامه ندارد. پس فقط میشه y مساوی است با چی؟ همین خارج قسمت ما چی شده؟ x شده. پس این میشه مجانب مایل. درست است؟ خب مثال بعدی hx مساوی است با x به توان 5 جمع 3x بر x به توان 6 جمع 2. آیا مجانب مایل دارد؟ میگیم نه خیر. چرا ندارد؟ چون مگه نگفتیم یک واحد فرق کنه؟ میگیم نه خیر. توان صورت باید یک واحد بیشتر باشد نه کمتر. توان صورت ما چند است؟ 5. توان مخرج چند است؟ 6. پس وقتی که زمانی که ما مجانب مایل داشتیم توان صورت یک خانه باید بیشتر باشد، یک واحد. درست است؟ توان صورت ما 5 است، توان مخرج ما 6 است. این یک واحد کمتر هم هست. پس میگیم مجانب مایل ندارد. مجانب مایل ندارد. درست است؟ خب سوالات کانکوری را کار میکنیم. سوال اول در تابع fx مساوی است با x مربع جمع 5 بر x جمع 1 مجانب مایل عبارت است از فرم اول بادغیس 1397. درست است؟ پس دقت کن مال 97 1397 است. چی است مجانب مایل؟ مجانب مایل دقیقاً تابع ما درجه چند است؟ 2. درجه مخرج چند است؟ 1. یک واحد از مخرج بیشتر است. پس چی میشه؟ مجانب مایل دارد و باید تقسیم کنیم. پس تقسیم میکنیم x مربع جمع 5 تقسیم بر x جمع 1. بلندن توان مقسوم ما چند x مربع است؟ مقسوم علیه ما x است. این خلاص کنید x میشه x در اینجا نوشته میکنیم x در x میشه x مربع x در 1 میشه مثبت x. علامه‌اش باید تبدیل کنیم. علامه رو ما تبدیل میکنم. علامه این میشه منفی و این میشه منفی. درست است؟ حال اختصار میکنیم x مربع منفی با x مربع خلاص پس میشه منفی x جمع 5. ادامه دارد؟ بله باز ادامه دارد. چرا؟ چون توان باقی مانده مساوی است با مقسوم علیه. گفتیم باید توانش کمتر باشد. باز دوباره منفی x بر x. x با x خلاص میشه منفی 1 میمانه. پس این منفی 1. درست است؟ خب منفی 1 در x میشه چند؟ منفی x. منفی 1 در مثبت 1 میشه منفی 1. باز دوباره علامه رو تبدیل میکنیم. علامه تبدیل میشه مثبت و این میشه مثبت. خب باز اختصار میکنیم دوباره به این شکل میشه منفی x با مثبت x خلاص. فقط چی میمونه؟ 5 با مثبت 1 میشه 6. درست است؟ خب تقسیم خلاص شد. پس y مساوی است با خارج قسمت ما چی است؟ x منفی 1 میشه چی؟ مجانب مایل. کدام جواب است؟ y مساوی با x منفی 1 گزینه چهارم میشه جواب صحیح از ما. سوال دوم مجانب مایل تابع fx مساوی است با ax جمع b بر 3x جمع b عبارت است از فرم بادغیس 1397. خب باز دوباره مجانب مایل از ما خواسته. مجانب مایل گفتیم کی مجانب مایل داره تابع ما؟ زمانی که توان صورت دقیقاً یک خانه از یا یک واحد چه باشد؟ از توان از درجه مخرج یا توان مخرج بزرگتر باشد. خب توان صورت ما چند است یا درجه صورت ما چند است؟ 1 است. چون توان چی است؟ توان گفتیم توان متحول دیگه، نه درجه ما توان متحول است. خب 1 است. مخرج چی؟ مخرج هم 1 است. خب هر دو مساوی است. وقتی مساوی باشد میگفتیم مجانب مایل ندارد. پس گزینه چندم میشه؟ گزینه آخر مجانب مایل ندارد. سوال سوم مجانب افقی تابع fx مساوی است با 5x مربع جمع 1 بر x به توان 4 جمع 1 عبارت است از فرم میدان وردک 1397. مجانب چی را خواسته؟ افقی. افقی یک نکته داشتیم گفتیم 3 حالت داره. جاتون هست؟ گفتیم 3 حالت داره. چی بود؟ گفتیم اگر توان صورت بیشتر از توان مخرج باشد مجانب افقی نداشت. اگر توان مخرج بیشتر باشد میگفتیم y مساوی با 0 توان چی است؟ مجانب افقی ماست. و اگر توان ها مساوی بود ضریب بلندترین توان ها رو به هم تقسیم میکردیم. درست است؟ خب توان صورت ما چند است؟ 2. توان مخرج ما چند است؟ 4. کدام بزرگتر است؟ توان مخرج. پس y مساوی با 0 چی میشه؟ مجانب افقی. کدام است؟ گزینه دوم. سوال چهارم ناحیه تعریف چی بود؟ دومین تابع gx مساوی است با منفی 5 بر x عبارت است از یک تابع چی است؟ تابع ناطق است. چرا؟ چون یک کسری است. صورت منفی 5 پولینوم است، مخرج x هم پولینوم است. پس چی است؟ صورت و مخرج پولینوم باشد یک تابع ناطق. تابع ناطق دومین چی میشد؟ آیار منفی ریشه های مخرج. نه مخرج مساوی با 0 میمانم. مخرج ما چی است؟ x. خب کار نمیخواد x مساوی با 0. پس دومین تابع f چی میشه؟ تابع g است نامش دیگه. نه تابع g مساوی است با گفتیم آی آر منفی همین عددی که دریافت کردیم 0. کدام است؟ گزینه چهارم. درست است؟ سوال پنجم مجانب افقی تابع y مساوی است با 4x جمع 4 بر x منفی 2 عبارت است از
فرم هرات 1397. باز دقت کن مجانب افقی چه بود؟ گفتیم سه حالت دارد. توان صورت بیشتر است، توان مخرج بیشتر است، یا توان ها مساوی است. خب کدام از این است؟ توان ها مساوی است. نه پس چی میشه؟ پس وای مساوی با ضریب بلندترین توان 4 است. در مخرج چی است؟ در اینجا 1 است. 4 بر 1 چند میشه؟ 4. پس وای مساوی با 4 میشه مجانب افقی. کدام است؟ وای مساوی با 4 گزینه سوم است. سوال ششم، مجانب عمودی کدام بود؟ قائم. درست است. تابع fx مساوی است با 4x مربع بر x مربع جمع 1 عبارت است از فرم سوم کابل 1395. مجانب عمودی چه رقم دریافت میکردیم؟ یادتان هست گفتیم مخرج مساوی با 0 میمانیم، او را کار میکنیم، عددی که کشیدیم او عدد باید صورت 0 نسازه. درست است. خب پس مخرج مساوی با 0 میمانم. x مربع جمع 1 مساوی با 0، x مربع مساوی است با -1. از اطراف جذر میگیریم، جذر x مربع مساوی است با جذر -1. میگفتیم تحت جذر منفی شدن نمیتونه. درست است. درست است. پس میگیم که چی؟ مجانب ندارد. کدام است؟ گزینه یک. البته مجانب منظور از ما مجانب عمودی است دیگه، نه پس با نوشته که مجانب عمودی ندارد، چون مجانب افقی دارد. درست است. مجانب عمودی ندارد. پس کدام گزینه است؟ گزینه اول. سوال هفتم، مجانب افقی fx مساوی است با 12 بر 10x - 1 عبارت است از فرم اول جوزجان 1396. افقی خواستنه. افقی گفتیم سه حالت دارد. توان صورت بیشتر باشد، توان مخرج بیشتر باشد، یا مساوی باشد. کدام است؟ توان مخرج بیشتر است. چرا توان مخرج بیشتر است؟ چون 10x توانش 1 است، اما صورت چی است؟ صورت فقط 12 است. گفتیم 12 ما میتونیم به این شکل نوشته کنیم: 12 ضرب در x به توان 0. x به توان 0 چند میشه؟ 1 میشه دیگه، نه؟ پس منظور از درجه هم توان متحول بود. عدد 12 ما توانش چند است؟ منظور از توان متحول است 0 است، نه؟ درجه صورت 0 است، درجه مخرج 1 است. پس چون درجه مخرج بیشتر است، پس میگیم چی؟ وای مساوی با 0 میشه مجانب افقی. وای مساوی با 0 مجانب افقی. پس کدام است؟ گزینه اول میشه. سوال آخر، مجانب عمودی گراف تابع وای مساوی است با 6x - 1 بر 2x جمع 4 مساوی است به فرم اول قزنی 1396. خب مجانب عمودی گفتیم چی است؟ مخرج مساوی با 0 میمانیم با شرطی که صورت 0 نکنه، نه؟ خب 2x جمع 4 مساوی است با 0 کار میکنیم. 2x مساوی است با -4. اطراف تقسیم بر 2 میکنیم. اطراف تقسیم بر 2. درست است. 2 با 2 اختصار. پس x مساوی است با -4 بر 2 میشه -2. پس x مساوی با 2 میشه چی؟ مجانب عمودی. کدام میشه؟ x مساوی است با -2 گزینه دوم. درست است. خب متعلمای عزیز و گرامی، پایان فصل سوم ما خلاص شد. مانده نباشید. خداحافظ.